تا حالا شده وسط یه ویدیو بخوای ببندیش ولی نتونی؟ این تقصیر تو نیست. مستر بیست یه ترفند مغزی داره که نمیذاره از ویدیوش بری بیرون. اسمش حلقه بازه. اکثر ویدیوهای آموزشی کسل کنندن چون همه چیز رو الکی کش میدن و مخاطب دقیقه 3 خاموش میکنه. اما مستر بیست دقیقا برعکس عمل میکنه. اون وسط ویدیو یه سوال بی جواب میذاره. مغز آدم از چیزای ناقص بدش میاد. تا جواب اون سوال رو نگیری آروم نمیگیری. به این میگن حلقه باز. مستر بیست هر 30 ثانیه یه حلقه باز جدید میسازه تا مخاطب تا ته ویدیو بمونه. حالا میفهمی چرا ویدیوهای 20 دقیقه‌ایش رو همه تا آخر میبینن؟ فردا قراره یه ویدیو بلند آپلود کنم که توش با مثال واقعی نشونت میدم چطور توی کانالت خودت حلقه باز بسازی. اگه میخوای این فرمول رو یاد بگیری همین الان سابسکرایب کن که جا نمونی.